در آخرین روز از ژوئیه سال 2015 آسمان ایالت ایلینوی آمریکا میزبان یکی از شگفت‌انگیزترین رکوردهای دنیای پرواز بود و شاهد 217 چترباز حرفه‌ای از سراسر دنیا بود که در ارتفاع 16,000 پایی از 10 هواپیما بیرون پریدند و در کمتر از 45 ثانیه بزرگترین آرایش عمودی تاریخ سقوط آزاد شکل گرفت. این آرایش که بهش سر به پایین یا سقوط شاهین هم گفته میشه، یعنی با سرعتی نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت مستقیم با سر به سمت زمین شیرجه برید. این دستاورد نه تنها نمایش مهارت بلکه حاصل برنامه‌ریزی دقیق، هفته‌ها تمرین تونل باد و ده‌ها تلاش برای شکستن نهایی رکورد بود و داورهای فدراسیون جهانی هوانوردی هم تایید کردند که همه 217 نفر همزمان و بدون خطا به هم متصل بودند. این فقط یه رکورد نبود، بلکه یه نمایش بی‌نظیر از جسارت، نظم و توانایی انسان برای به چالش کشیدن مرزهای خودش بود.